در ضربه خیلی موفق و تو هم رسید، اما ضربه یادگار غلامعلیف. تماشاگران گرامی خیلی خوب و با مقصد موفق. نوید دیگری تاریخی و قابل توجه در سمت رشد والیبال تاجیک در سال 2022 اولین ترانسفر والیبال باز تاجیک به تیم برون مرزی می باشد. با سخنهای دیگر بگیریم، بعد انجام مسابقه بین المللی در شهر دوشنبه، بازیگری دسته منتخب کشور یادگار غلامعلیف توانست که به دسته والیبالی شهر المهدای کشور قزاقستان گزارش انجام دهد. این رویداد مهم است که از ثمره چشمرس کار مربیان و خود فدراسیون والیبال را نشان داده انگیزه خاصه برای بازیگران دیگر می بخشد. یادگار غلامعلیف بسیار عالی، ضربه واقعا هم خوب و دیدنی از جانب این بازیگر زده می شود. یکی از جوانترین بازیگران در حیط تیم یکاچین والیبال کشور. خوب، در آماده نمودن این ورزشگر سامی 3 نفر مربی هست. سامی اول این کس از دوران مکتبی در زیر تمرین دولت که مربی جوان در مکتب رقم 5 بود تمرین کردند و بعد از اونی که دولت از مکتب ورزشی فعالیت کار بس کردند، این کس به دست استاد نظرمانوف شودی گذاشتند. چند سال در دست استاد نظرمانوف شودی تمرین کردند و من این سال تمرین‌های این کس در نزد استاد محمد یوسف صادق بودند که مربی تیم ملی هست و همون سیستمی که ما گفتیم محمد یوسف صادق در جمهوری تاجیکستان در والیبال تاجیکستان جاری کرد، در اون سیستم هر یک بازیگر فونکسیا و موقع خودش دارد در میدان و این همچون بازیگر دیاگونالی نمایان شد و معلوم شد که همین نفر یعنی غلامعلیف یادگار یکی از بهترین ها هست و دولت قزاقستان توانستند که او را از ما بگیرند. این نه فقط گیریم مینتوی من هستند، این گیریم در مکتب ورزشی رقم 5 در شهر دوشنبه است. گیریم بود ما هم وقت قید کنیم که در همه در شهر گیریم 6 والیبال است. یادگار در همون گیریم در مدت 5 سال باید مشق کرد. چه خیلی که باید انتخاب کردن روسی گپ بازی آسیایی بود، در اونجا دیدم یادگار. بعد باز یک مسابقه دیگر در تاجیکستان بود، از قزاقستان آمدن. در همون وقت ما سزاوار جای دوم شدیم و گیریم اینم باز گیریم خدمت‌های گیریم استاد یوسف مربی تیم ملی است. فکر میکنم اولین مورد را که یادگار داشت به حد علاقمند از این بود که به معیارها خود برابر بسازد. میپالید که استاندارد پروفشنال والیبال مسلکی را بیاموزد. در وقت بسیار کم هفته یکی دو بار بغیر از مشق با ما تماس میگرفت، همین سیامکار از یوتیوب میافت، میفهمی خیلی ساز است، همین خیلی برام مثلا برای اتاک برای پریژاق برای جمع کردن برای از اینا همه را میپرسید. با یاردم استاد شودی همه برش نظر میدادیم. بر علاوه که با ما مشق میکرد با خودم مشق میکرد در خانه یا جای دیگر. با فکر همین بود که من والیبال ما پیشروی کنم. یکم گپی بود فکر میکنم تلاش خودش. دومی بود که بچه جوان بود، یاش بود، 20-21 سال بچه جوان است. برای دسته‌های کلوب‌های بیرونی بسیار برشان چی است مهم است که بازیگر جوان با خود داشته باشند. دیگر یک امتیاز کلانش قد بلند در حدود 2 متر 2 سانتی 2 متر قد یادگار قد داشت. دیگر این چیزایی است که همون معیارایی است که یک دسته دیگر و خصوصا در بازی‌هایی که در آخر در مسابقات بین‌المللی در تاجیکستان کردیم جایش مشخص شده.
جایی که باید بازی میکرد دنیا به اساس نام و موقف میشناسه، نه اینکه یک بازیگر را بفهمه که همه کاره هست. مثلا جای یادگار دیاگونال یا اپوزیت تعیین شده بود، از همونجا بسیار خوب بازی میکرد، بهترین بازی را به نمایش می‌آورد.